سلام دوستان عزیز، به اتفاق خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم در مورد ساخت کانال یوتیوب با هم دیگه صحبت بکنیم. متاسفانه خیلی از شما دوستان به دلیل نداشتن اطلاعات کافی فقط فکر میکنید که با ساخت یک جیمیل و ایجاد کردن یک کانال یوتیوب شما میتونید خب به درآمدزایی برسید. متاسفانه با آپدیت های جدیدی که یوتیوب داده اصلا چنین چیزی نیست و قوانین کامل تغییر کرده. شما باید کانال خودتون رو طوری بسازید که در آینده با دیاکتیو شدن یا فعال نشدن هیستوری کانالتون مواجه نشید و چون با این مشکل مواجه میشید دیگه شما درخواست مانیتایز شدن رو هم به یوتیوب نمیتونید متاسفانه بدید. در خیلی از شرایط شما با جیمیلاتون مشکل پیدا میکنید و نیاز پیدا میکنید که کانالتون رو منتقل بکنید به یک جیمیل دیگه ای، اما چون از ابتدای کار شما کانالتون رو برند نکردید و روی اکانت برند کانال یوتیوبتون رو نساختید، متاسفانه این کار شدنی نیست و برند کردن کانالتون هم در شرایط اینکه حالا ویدیو زیاد آپلود کرده باشید، واچ تایم گرفته باشید، حسابتون رو پر کرده باشید، کار بسیار پر ریسک و خطرناکیه و گاهن باعث دیلیت شدن کل کانال یوتیوبتون میشه. به خاطر همین توی این ویدیو تلاش کردیم که کل مواردی که شما برای ساخت کانال یوتیوب در سال 2024 نیاز دارید رو بهش اشاره بکنیم تا شما دوستان بتونید بدون هیچ مشکلی در آینده کانالتون رو ایجاد بکنید و خیالتون بابت مشکلاتی که در آینده احتمال داره براتون به وجود بیاد راحت باشه. بریم داخل کامپیوتر تا آموزش رو بهتون بدم. امیدوارم که این آموزش براتون بتونه مفید باشه. کانال ما سابسکرایب بکنید، ما رو دنبال بکنید و از آموزش‌های رایگان و تخصصی اتباعی لذت ببرید. خب بچه‌ها، من سعی کردم که از ابتدایی ترین مرحله این ساخت جیمیل شروع بکنم تا اینکه کل مراحل رو بهتون توضیح داده باشم. خب جیمیل رو هممون میدونیم که به راحتی میتونیم بسازیم. بعد ما اینجا اقدام میکنیم به ساخت یک جیمیل که همتون به راحتی میتونید اون رو بسازید. رو هم میذاریم روی این که پرسونال باشه، یعنی خصوصی باشه جیمیلتون، یا اینکه بیزینسی باشه، هیچ تأثیری روی مانیتایز شدن کانال شما نداره به هیچ عنوان، اصلا و ابدا. من توی خیلی از کانال ها دیدم که زمانی که آموزش میدن میگن که حتما جیمیلتون باید بیزینسی باشه. نه، هیچ اهمیتی نداره شما اکانتتون بیزینسی باشه یا نباشه. برند بودن اکانت شما هیچ ارتباطی به بیزینسی بودن جیمیل شما نداره. من جلوتر بهتون میگم که توی همین ساخت اوایل ساخت کانالتون چیکار کنید که اصلا کانالتون برند بشه و کانال یوتیوبتون رو یه دونه اکانت برند درست بکنید از همون ابتدای کار. جیمیل رو میزنیم، میریم جلوتر و سعی میکنیم که اینجا ایجاد بکنیم. 2024 رو میزنم. یک پسورد اینجا میخواد. این مراحل ابتدایی ساخت جیمیلتون بود. ما تا این مرحله جیمیل خودمون رو ساختیم. بعد اینم میذاریم روی گوگل. به همین سادگی. تا اینجای کار ما جیمیل خودمون رو درست کردیم و وارد اینباکسش شدیم. میبینید که ایمیل خاصی نداریم. یکی از نکات دیگه‌ای که شما باید حتما رعایت بکنید که بتونید درخواست مانیتایز شدن کانالتون رو بعداً وقتی به شرایط رسیدید برای یوتیوب ارسال بکنید اینه که تو بخش سکیوریتی یا تنظیماتتون از همین گوشه که بزنید، منیجر گوگل اکانت رو که بزنید، وارد بخش تنظیمات میشید. برید اینجا تو قسمت سکیوریتی. توی قسمت سکیوریتی حتما گزینه فوست اف وریفیکیشن رو آن بکنید. من خیلی از کاربرهام زمانی که 1000 تا حسابشون هم گرفتن، 4000 صد واچ تایم هم پر کردن، کانالشون میدن به ما که ما براشون درخواست مانیتایزش رو بدیم، درآمدشون رو نقد میکنیم، میبینم که به دلیل آف بودن این قسمت اصلا طرف نمیتونه درخواست رو ارائه بکنه و این دو حالت داره. هم خطرناکه برای شما چون جیمیلتون به سادگی میتونه از دستتون لو بره و هر کسی که رمز جیمیل شما رو داشته باشه میتونه لوگین بشه و این قسمت رو فعال بکنه روی گوشی خودش و دیگه شما صاحب جیمیلتون عملا نیستید. دوستان عزیز، بخش بعدی در مورد شماره تلفن و ایمیلی هست که برای ریکاوری باید حتما زیر اکانتاتون بگذارید که اگر این کارو نکنید باز هم احتمال و ریسک از دست دادن جیمیل هاتون وجود داره براتون. یا
هک شدنش حتی این احتمال وجود داره. پس اینا رو فعال میکنید. گزینه بعدی که ما عموما با کانال هایی که به ما دادن برای نقد کردن درآمد به مشکل برخورد کردیم، فعال نبودن قسمت هیستوری کانالتون هست. ببینید من یکی از کانال ها رو بیارم اینجا. توی این قسمت تو بخش ستینگ وقتی بخوایم بریم، توی اینجا تنظیمات اضافه، دسترسی های اضافه، شما 3 قسمت دارید، درسته؟ توی این 3 قسمت، قسمت اول همون زمانی کانال رو میزنید فعال میشه و قسمت دوم هم دوباره به همین صورته. شما میتونید این رو یک ویدیوی بالاتر از 15 دقیقه یا مجموع ویدیوهاتون بالاتر از 15 دقیقه باشه آپلود بکنید، این قسمت دوم فعال میشه. تا اینجا هیچ ارتباطی به مانیتایز شدن کانالتون نداره. اما بخش سومتون ادوانس فیوچرز رو اگر فعال نکنید، شما به هیچ عنوان درخواست مانیتایز شدن رو حتی اگر شرایط رو داشته باشید نمیتونید به یوتیوب بدید و متاسفانه مشکل بزرگی ایجاد میشه. خیلی از کانال های من که از کاربرای من هستن و درخواست میدن به ما، وقتی ما کانالشون رو بررسی میکنیم میبینیم که این قسمت با اینکه طرف 1 سال کانال داره، بالای 100 تا ویدیو آپلود کرده، اما این قسمت همچنان غیر فعاله. چرا؟ به خاطر اینکه از اون اول ابتدای کار یه سری کارها رو انجام نداده. اولین گزینه این هستش که شما دوستان عزیز باید حتما زمانی که جیمیلتون رو میخواید کانال یوتیوب درست بکنید، کانال یوتیوب میخواید درست بکنید، حتما باید یک جیمیل جدید درست بکنید. هیچ موقع رو جیمیل های قبلیتون کانال یوتیوب درست نکنید. به هیچ عنوان این کارو نکنید. جیمیل جدید درست بکنید. با اون جیمیلتون هیچ سرچی شما نباید انجام بدید. این بعداً تو بخش سئو و بخش ویو کانال و حالا پروموت شدن کانالتون خیلی تاثیرگذاره. به هیچ عنوان با اون جیمیلی که اکانت کانال یوتیوبتون رو درست میکنید باش سرچ نکنید. سرچ های بیهوده، حالا موارد خشونت آمیز و یا خیلی مسائل دیگر رو چه توی اینترنت، چه توی یوتیوب، چه تو گوگل سرچ نکنید. این اکانتتون صرفا برای کانالتون باید باشه. شما هر سرچی هم که میخواید بکنید باید با یه جیمیل دیگه توی بروزر دیگه باید این کار رو انجام بدید، نباید همزمان با این کار رو انجام بدید. بر فرض مثال شما برای کانال یوتیوب اینجاتون میایید از گوگل کروم استفاده میکنید، اما برای سرچ کردن و سئو کردن کانالتون شما باید از یک بروزر دیگه مثل فایرفاکس، اینترنت اکسپلور، براو و یا هر مثل اپرا مثلا استفاده بکنید که ارتباطی به کرومتون نداشته باشه. حالا اینو بعدا تو ویدیوهای بعدی من تخصصی تو بخش سئو کانال یوتیوب بهتون توضیح خواهم داد. از بخش سکیوریتی که بیایم بیرون میریم تو بخش یوتیوب. خیلی از شما دوستان دقیقاً همین جایی که میرید وارد یوتیوب برای اولین بار که میشید میگه آقا یه دونه کانال یوتیوب درست کن که تو بتونی یوتیوب رو اصلا تماشا بکنی. خیلی از شماها میایید تو این قسمت کانال یوتیوب درست میکنید، میرید تو یوتیوب میگردید، بعد روی همین کانالی که دارید شروع میکنید به ویدیو گذاشتن، ساب گرفتن و واچ تایم پر کردن. اما بعدها چند ماه بعد، 1 سال بعد به مشکل میخورید. قسمت منیج کانالتون کار نمیکنه. خدمت شما عرض کنم که کامنت ها براتون نمیاد، سابسکرایب هاتون میپره، کامنت هاتون میپره، لایک هاتون میپره، ویدیوهاتون افت شدیدی داره به خاطر اینکه کانال شما برند نیست. شما از همون ابتدای کار باید کانال خودتون رو برند بکنید و این کار خیلی ساده است. من برای اولین بار که یوتیوب رو با یه جیمیل جدید باز میکنیم عموما میگه یه دونه کانال بر من درست بکن. حالا این رو لینکش میکنیم. اینجا میایم توی این قسمت ببینید یه دونه اکانت گوگل اینجا بر من به صورت اتوماتیک ایجاد شده، درسته؟ من اگر برم توی قسمت یوتیوب استودیو ببینید میگه که یه دونه کانال یوتیوب باید درست بکنیم، اون پیش‌فرض رو باید اینجا کریتش بکنیم. ما همین رو کریت میکنیم. درست شد؟ خیلی مهمه، اینجا رو حتما باید نگاه بکنید. کریتش کردیم، الان رفتیم وارد یوتیوب استودیو شدیم، درسته؟ ستینگ رو من میزنم، فعال شد. میرم تو قسمت چنل، ببینید قسمت اول فعال شده، هیچ مشکلی هم نداره. قسمت دوم هم با 2-3 تا ویدیو آپلود کردن درست میشه، اما یا شماره تلفن. اما قسمت سوم که از همه مهمتره چیه؟ یا برند کردن کانالمون چیه؟ کاری که میکنیم اینه که ببینید بچه‌ها
از همین قسمت که توی یوتیوب استودیو بودیم روی یور چنل که بزنید میره وارد چنلتون میشه. درسته؟ حالا من یه بار دیگه براتون بیارم. یوتیوب استودیو رو آورده بودیم. این یوتیوب استودیو از این بالا منو رو میزنیم یور چنلمون رو میاره. از تو قسمت چنل، قسمت سمت راست میایم پایین روی ستینگ کلیک میکنیم. توی ستینگ تو همین بخش اکانتمون روی Create New Channel میزنیم. اینجا یه دونه چنل جدید ایجاد میکنیم. ببینید ما ابتدای کار زمانی که جیمیلمون رو درست کردیم و وارد یوتیوب شدیم، یوتیوب ما چیکار کرد؟ یه دونه کانال پیشفرض بر ما خودش ایجاد کرد. این میشه کانال پیشفرض شما. کانالی نیست که برند باشه، اصلا برند نیست. و اشتباه ترین کار اینه که روی اون کانال شما بخواید کانال یوتیوبت رو بسازی و ویدیو آپلود بکنی. همیشه باید بیای داخل یور چنلت، بری یوتیوب استودیو، یور چنل، قسمت تنظیمات، قسمت اکانت، کریت نیو چنل رو بزنی. اینجا برای بار دوم بیای بر خودت کانال یوتیوبت رو بزنی. حالا ما اینجا میزنیم کانال اصلی. درست شد؟ شما این میتونید به فارسی یا هر زبان دیگه هم بنویسید. کریتش میکنیم. درست شد؟ این شد کانال دوم ما. اگر دوباره بریم تو بخش تنظیمات و توی کانال هامون بخوایم بریم، میبینیم که اینجا دو تا کانال داریم. یه دونه این ادپی تست بود که اول کار خود یوتیوب بر ما درست کرد. ما کاری به این نداریم. به هیچ عنوان روی این نباید ویدیو آپلود بکنید. روی اکانت دومتون همیشه شما باید ویدیو آپلود بکنید. چرا؟ چون توی اکانت هایی که الان من اینجا دارم، دو تا اکانت دارم. اکانت بالایی، اکانت تست من، اکانت برند من نیست. اکانت برند من توی یوتیوب همیشه اکانتیه که من برای بار دوم درست میکنم، خودم کریتش میکنم، اون میشه برند اکانت شما. و این هست. و اینجا اگر تو قسمت حالا یوتیوب استودیو هم که بریم من بهتون جلوتر نشون میدم. خب وقتی ما وارد کانال جدیدمون که میشیم دوباره با همچین صحنه‌ای رو میشه. این کانال اصلی و برندی که ما درست کردیم. شما به هیچ عنوان نباید، من یه بار دیگه نشونتون میدم بچه‌ها، شما به هیچ عنوان نباید روی کانال اولی یا ابتداییتون باید ویدیو درست بکنید. حتما رو کانال دومی که میسازید خودتون باید ویدیو آپلود بکنید. این اکانت برندیه که میتونه تمام قابلیت هایی که توی یوتیوب استودیو شما نیاز دارید رو براتون داشته باشه و همچنین لایک ها، کامنتاتون نپره، ساباتون نپره، ویوهاتون نپره. این اکانت در اصل اکانت دومی که شما درست میکنید. روش کلیک میکنیم، میریم توی یوتیوب استودیو. برای بار اول وقتی میبینیمش همچین حالتی. حالا اگر بریم توی تنظیماتش قسمت پروموشن رو بزنیم، ببینید ما دو تا قسمت پروموشن داریم. درسته؟ یعنی یه دونه پروموشن منیجر داریم، یه دونه پروموشن داریم. اینجا دو قسمت داریم. حالا تفاوت این دوتا در چی هن؟ تفاوت این دوتا در اینه که اگر من بخوام کانالم رو منتقل بکنم به یک شخص دیگه ای، یعنی کانال رو کامل بدم بهش، روی این اولی میزنم و وارد میشم اینجا. از این قسمت ببینید من میتونم حالا هر ایمیل رو اینجا وارد بکنم، اونر بکنم، منیجر بکنم و بعدا حتی پریمیری اونر بهش بدم. درست شد؟ پس این از این مورد. از این قسمت شما میتونید کانالتون رو منتقل بکنید. اما قسمت بعدی چیه؟ اینجاست، داخل خود یوتیوب استودیو. داخل خود یوتیوب استودیو وقتی من بزنم، چند لحظه صبر میکنیم، اینوایت رو میزنیم این بالا، میبینید اینوایت رو میزنم، ایمیل شخص مقابل رو میزنم اینجا. فرض کنیم میخوام ادیتور داشته باشم، همکار داشته باشم، میخوام شخصی رو داشته باشم که کانال من رو مدیریت بکنه. از این قسمت باید بهش دسترسی بدم، نه از اون قسمتی که اینجاست. شما از این قسمت وقتی دسترسی میدید امکان انتقال کانالتون رو فراهم کردید. اما وقتی از داخل خود یوتیوب استودیو این کارو میکنید امکان انتقال کانال وجود نداره، حتی بعد از گذشت چندین سال. و فقط طرف همون منیجری که هست باقی میمونه، همون ادیتوری که هست باقی میمونه. و اینجا گزینه‌های بیشتری داریم. گزینه‌ای که اینجا داریم منیجر هست که همه کار میتونه انجام بده، میتونه ویدیوهای شما رو پاک بکنه، بارگذاری بکنه، لایو بذاره و خیلی مسائل دیگه. ادیتور هست که ادیتور عموما برای همکاری ایجاد میشه یا برای ادیتور همه کار میتونه انجام بده. یه سری از کارهای منیجر مثل پاک کردن ویدیو اینها رو نمیتونه انجام بده، ولی همه چیزو میتونه مشاهده بکنه. ادیتور لیمیت
فقط میتونه خدمت شما عرض کنم که همون ادیتور، یعنی ویدیو براتون بارگذاری بکنه، کاراتون رو انجام بده، اما قسمت درآمد کانال شما رو نمیتونه ببینه. ساب تایتل ادیتور هست که برای زیرنویستون هست، ویور هست که فقط بازدید کننده است، بعد دوباره ویور لیمیت داریم که دوباره همه جا رو میتونه ببینه غیر از قسمت درآمدزاییتون رو یا قسمت ادسنستون رو این بخش نمیتونه ببینه. این تفاوت‌هاش بود. شما در کانال‌های اصلی که خود یوتیوب بار اول براتون درست میکنه، جیمیل ساختید، این قابلیت‌ها رو ندارید. خیلی ها این قابلیت‌ها رو ندارن و بعدها به مشکل میخورن. راه چاره‌اش اینه که همون لحظه یه دونه کانال جدید درست میکنی، روی اون کانال میای کانال یوتیوبت رو راه اندازی میکنی، نه رو چیز دیگه ای که نه لایکات بپره، نه کامنتت و نه استاپ ها و ویو ها. دیگه اینا مشکل پریدنتون هم حل میشه. خب این کلیات ساخت کانال یوتیوب بود در سال 2024. با تغییرات کلی من توضیحات کلی رو بهتون دادم و در مورد خود محیط یوتیوب استودیو و بارگذاری ویدیو تو ویدیوهای بعدی یه ویدیو کامل و تخصصی براتون میسازم در مورد نحوه بارگذاری کردن درست ویدیو در یوتیوب و تارگت بندی کردن ویدیوهاتون نسبت به ویورهایی که شما میخواید، ویوهایی که میخواید. بر فرض مثال شما ویدیوهاتون انگلیسیه، بعد تارگتتون مثلا کشورهای خارجی باشه، ویدیوهاتون فارسیه، تارگتتون میخواد ایران باشه بر فرض مثال، اما خب ما ایرانی که نداریم. چیکار باید بکنیم؟ تو ویدیوهای بعدی در مورد این موضوع تخصصی صحبت میکنیم تا بتونید به درستی تارگت بندی بکنید طبق قوانین خود یوتیوب و اصول خود یوتیوب بدون که به مشکل بخورید. پس حتما ویدیوی بعدی رو از ما داشته باشید. ممنونم که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. تشکر میکنم ازتون که همراه ما بودید. برای اینی که بتونید از آموزش‌های تخصصی ما استفاده بکنید، میتونید وارد کانال تلگرام بشید و جلسات آنلاین و آموزش‌های آنلاین ما رو ساعت‌ها و روزهاش رو اونجا بردارید و به ما ملحق بشید تا بتونید از این آموزش‌ها استفاده بکنید. روزگار خوبی براتون آرزو می‌کنم. موفق و پیروز باشید.